در این ویدیو میخوام در رابطه با used to، یک گرامر بسیار مهم در انگلیسی، با شما صحبت کنم. اگر یکی از شما بپرسه used to یعنی چی، اکثرا میگید used to یعنی عادت کردن. اما باید به شما بگم اگرچه گاهی used to به معنی عادت کردن هست، اما در بسیار از موارد used to به این معنی نیست. بذارید برای شما یک مثال بزنم. I used to be the best soccer player here. من قبلا عادت داشتم بهترین بازیکن فوتبال باشم. خیلی ترجمه درستی به نظر نمیرسه. پس used to به چه معنی میتونه باشه؟ باید به شما بگم used to 4 حالت داره. گاهی used to به تنهایی میاد، گاهی منفی، همون که میشه didn't used to، یعنی با didn't منفی میشه، و 2 ترکیب متفاوت دیگه هم داریم، be used to و get used to. اینها نباید با هم اشتباه بشه. خب یک به یک بریم. used to به تنهایی یعنی قبلا. مثلا I used to smoke، من قبلا سیگار میکشیدم. یا I didn't used to smoke، من قبلا سیگار نمیکشیدم. پس used to به تنهایی و حالت منفیش که میشه didn't used to به معنی قبلنه. قبلا میکشیدم یا قبلا اون کارو نمیکردم، یعنی در تضاد با زمان حال. اما داستانمون عادته چیه؟ داستان اینه که be used to یعنی عادت داشتن. مثلا I am used to this weather، من به این آب و هوا عادت دارم. یک حالت راحتی دارم با این آب و هوا، راحتم باش، بهش عادت دارم. اما اگه بخواید از تغییر حالتتون صحبت کنین، اون وقت باید بگین get used to یعنی عادت کردن. مثلا I'm getting used to this weather، من دارم به این آب و هوا عادت میکنم. یا I'm getting used to getting up early، من دارم عادت میکنم که صبحها زود از خواب بیدار بشم. توجه کنید در این 2 حالت آخر be used to عادت داشتن و get used to عادت کردن، بعد از used to باید از اسم یا فعل ing دار استفاده کنید. اما در اون 2 حالت اول یعنی used to خالی یا didn't used to به معنی قبلا، بعد از ترکیب used to از فعل تنها باید استفاده کنید بدون ing.